نوبت میرسه به 120 ثانیه با ایمیل های شما عزیزان. ابتدا تشکر میکنم از همه هموطنان عزیزی که به شکل‌های مختلف با ما در تهیه اجزای پیک شادی این هفته همکاری و همیاری کردن. گرچه فرصت اجازه نمیده که از همه اسم ببریم، ولی طبعا تک تک شما یاران و همراهان پیک شادی برامون فراموش شدنی نیستید. علی از آلمان تنسای خیلی خوبی فرستاده بودی، دست درد نکنه. بهزاد از نیشابور چقدر لطف کردی که ایمیل بسیار زیبا رو برامون فرستادی، ممنونیم. ضمن خیلی خوشحالیم که شنیدیم که از بینندگان ثابت پیک شادی هستی. به همه اون دوستان دیگه هم که اشاره کرده بودی سلام برسون، منتظر ارتباطات بعدی هستیم. دوست گرامی سمیه از ورامین خیلی ممنون بابت نکاتی که نوشته بودیم و زحمتی که کشیدین. به اون وبلاگی هم که اشاره کردیم مراجعه کردیم. در مورد ملا حسنی هم نوشته بودید، به روی چشم بیشتر ازش برنامه پخش خواهیم کرد. محسن عزیز که بینام و نشان و به قول خودت ناشناس ابراز لطف کردی، هم ممنونیم و هم خیلی خوشحال که پیک شادی مورد توجه قرار گرفته. دوست گرامی زوبین شعرهای قشنگتون به دستمون رسید، خیلی ممنونیم. امیدواریم که همکاریتون با پیک شادی هرچه بیشتر بشه. فریبرز ممتحن و کریم مرادی و محسن مرتضی یاران همیشگی پیک شادی، خیلی ممنونیم بابت نکات طنزی که فرستاده بودید. بهرام از تبریز نکته در مورد مرگ دیکتاتورها به دستمون رسید، حتما به شکلی استفاده خواهیم کرد. علیرضا افشارچی چقدر خوب که از سردار جنگل یاد کردید، کلیپی رو که در همین رابطه فرستاده بودید به قسمت مربوطه دادید. از این آخرین ثانیه ها هم استفاده بکنم و از همه هموطنانی که به مناسبت میلاد مسیح یا آغاز سال نو میلادی تبریک گفته بودن متقابلا تشکر کنم و تبریک بگم. خیلی ممنونیم از این که ما رو در جشن و شادی خودتون سهیم دونستین. ان شاءالله که روز جشن بزرگ و شادی پایدار مردم ایران، یعنی سرنگونی رژیم ضد بشری آخوندی، نزدیک و نزدیکتر بشه.